سلام بینندگان عزیز، مخلصان کانال مهراب پرو. با درخواست زیاد شما ما تصمیم گرفتیم این بخش رو با یکی از هنرمندانی که در عین شهرت ایجادی خود ناگهان ما را ترک کردند، بهرام غفوری بخشیده باشیم. شادروان بهرام غفوری یکی از هنرمندان محبوب، مشهور و دوست داشتنی مردم تاجیک به حساب می رفت. او هنرمندی بود که نه تنها میان مخلصان بلکه میان هنرمندان مشهور کشور نیز آبروی و اعتبار خاصه خود را داشت. شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتان رو زیاد کردن میخواهید؟ در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید؟ پس به شما گیاهای طبیعی صاف سودا کمک میکنند. دستافکا به مسکو و سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه. رقمها در زیر نوار و روی اکران. مخلصان و همکسبان او را نه تنها همچون صنعتکار خوب و اصیل بلکه همچون انسان خاکسار، زنده‌دل و زمینی می شناختند. هر کجا با هر مخلص، با هر هنرمند صحبت را آغاز نکنیم، از زبان او همیشه سخنان نیک درباره شادروان بهرام غفوری می شنویم. سهم بهرام غفوری در رشد صنعت استرادای تاجیک بی‌نهایت نظررس است. با اولین ترانه خود که مخلصان او را شناختند با نام فرشته جانم، محبوبیت او در صنعت استرادای تاجیک پیدا شد و رفته رفته با ایجاد دیگر آهنگ‌های مرغوب و ترانه‌های دلنشین او توانست موقع خود را میان صنعتکاران مشهور کشور استوار نماید و حتی اکثر هنرمندان مشهور ما با آهنگ‌ها و ترانه‌های بهرام غفوری روی صحنه هنر آمدند و مخصوصاً ستاره مشهور استرادای کشور صدرالدین نجمی‌دین بار اول با سرود هدیه نموده بهرام غفوری با سرود چیل چیل صدای باران روی صحنه هنر آمد که از جانب مخلصان پذیرایی خوب دید و بعدا دیگر هنرمندان نیز از آهنگ‌های شادروان بهرام غفوری استفاده نمودند و خود اکثر آهنگ‌های بهرام غفوری نیز مال او به حساب می رود و دویتی که با شبنم ثریا ایجاد نمودند، یک جای سرودند، نه تنها در تاجیکستان، حتی بیرون از تاجیکستان در افغانستان و ایران و ازبکستان نیز هواداران زیاد پیدا نموده بود و ناگفته نماند که مشهورترین ستاره استرادای تاجیک که امروز روی صحنه هنر نیست، منیژه دولت و نیز یکی از آهنگ‌های شادروان بهرام غفوری را با نام انمون سروده که هر شب شب من شب هجران است، از دست غم دل پریشان است، آهنگ بهرام غفوری می باشد و دنیا که بی‌وفاست بهرام غفوری را از موره بود. سنه 7 اوگوست در یک حادثه ناخوش در صدمه نقلیاتی بهرام غفوری جان باخت. در اول شنیدن این خبر برای مخلصان او، برای نزدیکان او باور نکردنی بود، اما از اجل، از حقیقت جای گریز نیست. در مراسم جنازه بهرام غفوری تمام مخلصان و مشهورترین هنرمندان و همکاران و همکسبان شرکت ورزیدند و حتی خود همان روز هنرمندان در وصف او ترانه ها ایجاد نمودند و یکی از ترانه هایی که خود همان روز، همان شام در سامانه یوتیوب از جانب دو هنرمند جوان الهام مرادوف و نسیم سعیدزاد با نام بهرام ما کجا رفت سراییده شد و در یوتیوب پهن کرده شد که در دوام 2 هفته زیاده از 400,000 تماشابین را به خود جلب کرد
و بعدا دیگر هنرمندان نیز ارکین اودینایف و یک چند شاگردانش در وصف او سرود خواندند. این از آن شهادت می‌دهد که شادروان بهرام غفوری در حقیقت میان هنرمندان و مخلصان آبروی و اعتبار خاصه خود را داشته است. گرچند که او امروز میان ما نیست، اما ترانه‌های سراییده او، آهنگ‌های او در دل و دیده مخلصانش در خزینه طلایی استرادای تاجیک تا ابد باقی خواهند ماند. روحت شاد و جایت جنت باد.